بعد این در درس ها سوال و مسئله کشاده کار میکنیم. سوال یک سر میکنیم. بعد سوال هم مانند است آنها رو کار میکنم. سوالی که دیگرگون است همون رو کار کردن حرکت میکنم. یا اینکه همون نمود سوال که شکل سوال دیگر خیلی است. همچون مثل یک مثلا این نمود سوال ما پیش کار کرده بودیم. نابرابری. یکی در اینجا اکنون میپرسد که چرا میپرسد چند عدد این نابرابری خانه میسازد. یعنی باز چه پیش کار میکنیم کار میکنیم قوس رو باید کشاییم و همه اعضا رو باید طرف جمع کنیم، نابرابری به طرف راست بمونیم. بیاین کشان قوس رو چی میشد؟ x کوادرات مینوس 3x مینوس 7x جمع 21 5 رو به طرف چپ میگیریم مینوس 5 این از 9 خورده است. وقتی این رو ساده میکنیم x کوادرات مینوس 10x میشود و اینجا جمع 16 از 9 خورده. بعد چکاری که میدونیم ریشه ها رو باید یابم. ریشه ها در اینجا چیست؟ میتونیم با یوری دیسکریمنت یا اینکه با قوس ها جدا کرده. اگر با قوس ها جدا کنیم این نمود میشود از 9 خورد. بعد جواب ها رو یافتم حرکت میکنیم از مینوس به آخر سر میشود. ریشه های من 2 و 8 از اینجا 2 و 8 رو میمونم تا به آخر میرود و از اینجا باید همون اینتروال رو یابم که به برای این نابرابری خانه میسازد. بیایم بین مینوس به آخر و دوی عدد رو انتخاب کنیم بگذار 9 باشد. وقتی 9 رو به جای x میمونم جای ما پلوس میشود. بین 2 و 8 3 رو انتخاب کردن 3 رو مونم مینوس میشود. بین 8 به آخر 10 رو مونم پلوس میشود. یعنی از من چی میپرسه؟ از 9 خورد. یعنی جواب من بین 2 و 8 2 و 8 داخلم. برای جواب ما اکنون باید شماریم چند عدد هست بین 2 و 8. یعنی 2 بیاین نویسم برای فهمونه 3 4 5 6 7 8 عددهای بوتون رو میپرسد. از اینجا میبینیم چند تا هست 7 دانه عدد هست. یعنی جواب ما 7 میشود.